ممنونم تمنا میکنم. من خجالت ندید. شما نمیدونید خانم ها، وقتی که من تو استودیو بودم و شما میرقصیدید من اینقدر براتون کف زدم و من باید واقعا برای شما کف زدم که خیلی کار خوب انجام دادید. ممکنه یه خورده نزدیکتر بشید خانم، شما خودتون رو معرفی کنید؟ من هیلدا دنیا. خانم هیلدا خانم، عید شما مبارک. مرسی. عید شما مبارک. بله شما جشن میگیرید عید باستانی دیگه؟ بله خب ما شما البته کریسمس هم جشن میگیرید؟ بله ولی عید نوروز که عید نوروز مال تمام ایرانی. بله فقط مختص به فقط مسلمانان نیست. بله تمام اقلیت‌ها. ما نگفتیم فقط مختص مسلمانان. عید تمام ایرانیاست. بله سال تحویل میشه. بله مسیحی‌ها، کلیمی‌ها، زرتشتی‌ها، مخصوصا زرتشتی‌ها که عید نوروز اصلا از اونهاست. بله. و مسلمان‌ها این عید جشن میگیرن، ما هم جشن میگیریم. بله پس تمام ایرانی‌ها عید نوروز جشن میگیرن. منم به شما تبریک میگم و به بقیه دوستان. البته قبلا هم صحبت میکردیم، گفتن تو این گروه از زرتشتی هست، کلیمی هست، مسیحی هست و مسلمان هست. خیلی خوشحالم که شما همه با هم اومدید به استودیو ما و